چی زمانی تق تق کردن، صدا دادن، قریچ قریچ نمودن مفصل زانو نیاز به بررسی و درمان دارد. یکی از رایج‌ترین و تکراری ترین سوال که در نزد اکثر کسا ایجاد میشه این هسته که زانوهای ما چرا تق تق میکنه؟ در جریان حرکت دادن یا خم راست کردن یا نشست و خیستن چرا زانوی ما صدا میته یا تق تق میکنه یا قریچ قریچ میکنه؟ آیا این نشان دهنده یک مشکل در زانوی ما هسته؟ آیا زانوی ما دچار سایدگی و آرتروز شده یا کدام مشکلی بر زانوی ما پیش آمده که تق تق ایجاد میشه؟ عزیزان دل، امروز برای همیشه به این سوال پاسخ میتم که آیا صدا دادن مفصل زانو یک چیز نرمال است یا نشان دهنده یک تکلیف یا یک مشکل در زانو است؟ قریچ قریچ نمودن، صدا دادن یا تق تق نمودن مفصل زانو در صورتی که شامل یکی از این 4 حالت یا 4 موردی که من ذکر میکنم باشد نیاز به بررسی دارد. یعنی زمانی مفصل زانو تق تق نمودن یا صدا دادنش قابل بررسی و درمان هست که شامل یکی از این 4 موارد باشد. اگر شامل از این 4 موارد نباشد نیاز به بررسی و درمان ندارد. مورد اول، صدا دادن یا تق تق نمودن زانو زمانی نیاز به بررسی دارد که بعد از یک حادثه، ضربه یا تصادف در نزد مفصل زانو ایجاد شده باشد. مثلا در جریان فوتبال، در جریان بعضی ورزش ها، در حادثات ترافیکی یا افتادن و خطا شدن و یا هم ضربه خوردن مستقیم به زانو در یگان درگیری فیزیکی اینا، اگر مفصل زانو بعد از یک حادثه دچار از این شوه که تق تق در نزدش ایجاد شوه یا صدا پیدا بکنه، در این حالت حتما نیاز به بررسی و درمان داره. مورد دوم، مفصل زانو اگر صدا پیدا میکنه یا تق تق میکنه زمانی نیاز به بررسی و درمان داره که زانوی شما درد داشته باشد یا زانویتان در اول صدا پیدا کنه به تعقیبش درد پیدا کنه یا درد داشته باشد بعد به تعقیبش تق تق یا صدا پیدا بکنه که در این حالت هم نیاز به بررسی داره و باید درمان شود. سومین مورد زمانی هسته که مفصل زانو دچار شخی، گرفتگی یا سفتی یا حتی قفل شدگی شود یا دامنه حرکتی مفصل کم شود. یعنی شما نتانین به مثل سابق مفصل زانوی خود را باز بسته یا خم راست بکنین. اگر در این حالت مفصل زانویتان تق تق پیدا کنه یا صدا داشته باشد حتما نیاز به بررسی و درمان دارد. مورد چهارم یا مورد آخر، زمانی هسته یعنی مفصل زانو اگر تق تق داشته باشد یا صدا پیدا بکنه زمانی نیاز به بررسی داره که دچار التهاب یا پوندیدگی شود. یعنی مفصل زانو پوندیده باشد. در این 4 حالت مفصل زانو نیاز به بررسی داره. ممکن برای مفصل زانو یک مشکل پیش آمده باشد. حالا مشکل میتونه مثلا سایدگی مفصل زانو باشد، پاره شدن یا تخریب رباط و منیسک زانو باشد یا زانو آب آورده باشد، التهاب کرده باشد، میکروبی شده باشد. خلاصه در این 4 موردی که ذکر کردم اگر مفصل زانو صدا داشته باشد حتما نیاز به بررسی و درمان دارد. و اگر مفصل زانو ترق ترق داشته باشد یا صدا داشته باشد و شامل هیچ کدام از این 4 مورد نشود، یعنی اگر مفصل زانو سابقه ضربه خوردن یا آسیب دیدن درش نباشد، درد نداشته باشد، سفتی، گرفتگی، شخی یا قفل شدگی در زانو ایجاد نشده باشد، پوندیدگی یا التهاب نداشته باشد، در این حالت صدا دادن مفصل زانو یک چیز طبیعی هستند، نیاز به بررسی نداره، نیاز به درمان نداره و شما هم لازم نیست نگران باشید. چون در این حالت وقتی زانو صدا پیدا میکنه یک چیز نرمال هسته و این صداها به خاطر گازات ایجاد میشه که در داخل مایع بین مفصلی یا داخل مایع سینوویل وجود داره که در جریان حرکت دادن یا خم راست کردن زانو این گازات پاره میشه یا میترکه و باعث ایجاد صدا میشه در مفصل زانو. و یا ممکن مثلا لیگامنت یا رباط هایی که در زانو وجود داره در جریان حرکت دادن مفصل زانو بر روی سطح سفت یا سطح استخوانی حرکت نمایه و باعث ایجاد صدا شود که در این حالت یک چیز نرمال هستن، نیاز به بررسی و نگرانی نداره. عزیزان دل، همتون عزیز، اگر ویدیو را تا اینجا مشاهده کردین و برایتان مفید بوده ویدیو را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و فراموشتان نشوه حتما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای بعدی ما بخبر نمانید.